شب 11 ایون شخصی سیاه‌پوش و شبهه‌آور در حوله عائله قادرفا در مرکز شهر کانیبادام مشاهده شده است. به نقل آنها آدمی ناشناس کوشش نزدیک شدن به صاحبان خانه را میکرد، ولی این حالت را پیشگیری کردند. اکن دی 14 ما اینجا شدگی بودیم. دی 14 عمله درآمدگی اکن. درآمدگی من که دیدگی نه دخترم دیدگی. من ماسک پشتگی گفت پچکشنده من ماسک چشم های گفت. میشه من کلم ما دو بیکرسن کوچه برفتیم. با گذشت 2 روز از این حالت هنوز معلوم نیست که آن شخص سیاه‌پوش کی بود و چی میخواست. ساکنان دیگر محله های کانیبادام از دوباره رخ دادن چنین حادثه در محل آنها نگرانند. در گروه ها و شبکه‌های اجتماعی ساکنان منطقه نوارهای چند روز باز میچرخد که از کوشش وارد شدن یک مرد سیاه‌پوش و نقابدار به حوله های آدمان دیده می شود. ظاهرا این نوارها به دست مقامات هم رسیدند. وای کرد که حاضر خشمون بعد 1 ساعت اون بیتام گوی مگر گویم بیسوف مول شد دینه گفته وای کرم دستانی درآمده همه جای دیدن وای کرم سنشون من گفتم من دیده که دخترم دیدم گفت مگر هم بایگش دستانی ولی جا ویزه شد که برفتم می قپیدان در خورده می تاسیم مویم اکن نمیدونم این شب چخل کرده خواه میدیم من پنشاق با کلم دسته من باید شده است بریننده خانه میریم در قرف کرده دهنی خاننده خواه رفت بیم ملال نفس گرفته نمیتونیم ترسیده خواه میریم روز من می آقا. در منطقه های دیگری شهر کانیبادام وضع از این هم وخیم‌تر است. ساکنان میگویند که برای بخطری و محافظت خود همه نوع چاره‌جویی را میبینند. الان میگم من در قرف کرده خواه میریم خانه خود ما یا همتون کرسینم باید نیمی یا روز میمورم مایم هیچ که زنده نماندم جا میریم یا روز یاشامش کنیم هم نقض یاشامش کردم در کور در خانواده صابرفا هم وضع چنین است. اشورعلی صابرفی 90 ساله میگوید چند ماه آخر آرامی مطلق ندارند. شب بای نیست، خواب نیست. قلاور کلی یک دیگه موقته میشینیم گازن کن کلی یک نباشد تلویزیون بالانتار کرده میمونیم دمکی خواب میریم بعد یک کوچه با وقتشنده برومده نمیتونیم. این هم در حالی است که چندین حوله ها در کانیبادام به آدم و قفل زده، کوچه ها خالی و چندی از خانواده ها ماتم دارند. تنها از آغاز همین سال چندین عضو دست کم 5 عائله کشته شدند و به گفته ساکنان کشتارها به هم مانندند. آنها طلب دارند که مقامات باید وضع را معتدل سازد. اگر یک تا سالتا مونید ما اینجا مسافیت محله همین محله من یک تا امروز من پگاه باید سالتا خوش کرده میمونیم. مایلش یاردمچی چند زند تا ساعتی خیلی روز شدن 4 همه 5 همه گردد من اری یک تمام درآمده آبا قد کرده چاپ خود سانی اسمیم ببران میشد. کشتارهای پی در پی و پیدا شدن شخصان شبهه‌آور در نزد خانه و حوله های ساکنان محله های شهر کانیبادام در حالی است که مقامات انتظامی و امنیتی در این باره شرح و توضیح نمیدهند. رادیو آزادی 1 هفته پیش به وزارت کارهای داخلی در رابطه به این مراجعه رسمی کرده است و در صورت پیدا شدن تفصیلات آن را نشر خواهیم کرد. این وضع بسیاری از خانواده ها و پیوندان آنها را که در مهاجرت مهنتی قرار دارند نگران کرده است. آنها و ساکنان این منطقه خواهش دارند که مقامات عاملان این حالت ها را هر چه زودتر افشا و بازداشت کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر کانیبادام.